امشب شب وفات حضرت ام البنینه، مادر حضرت ابوالفضل. تسلیت عرض کنیم مجدد به آقا ابوالفضل عباس. خیلی جایگاه بالایی داشتن حضرت ام البنین، واقعا یک بانوی کامل بودن. من فقط یک داستان کوتاه بگم. وقتی که حضرت زینب و حضرت رباب که مادر حضرت علی اصغر میشن و زنان دیگه که از اسارت برگشتند، خب ام البنین اومدن به استقبال حضرت زینب و زنان دیگه و خب سروز حضرت زینب رو دیدن و گریه میکردن، میگفتن که از حسینم چه خبر. خب نقله که حضرت زینب گفتن که خیلی ها رو کشتن، بنی هاشم رو کشتن. ام البنین با این که میدونست ابوالفضلش با حسینه، اما نگفت از ابوالفضلم چه خبر، گفت از حسینم چه خبر. گفتن بچه های عباس رو شهید کردن. ام البنین گفتن از حسینم چه خبر. گفتن ام البنین عباست شهید شد توی کربلا. گفت عباسم و اولاد عباسم همه به فدای حسین، از حسینم چه خبر. که گفتن حسین رو سر از بدن نازنینش جدا کرده. یه همچین بانویی، یه همچین خانومی که شهیدی رو در راه حسینش داد، در راه